سلام. توی این دوره بعد از آموزش محیط برنامه فتوشاپ توی بخش عملی اول آموزش می‌بینیم که چجوری میتونیم خط رو به صورت وکتور و همونطور که تو تصویر مشخصه انجام کارهای وکتور، چه تبدیل کردن عکس به وکتور، چه این که از اول بخوایم یک کاری رو به صورت وکتور اجرا کنیم. بعد از اینکه خط به اتمام رسید میرسیم به بخش عملی در مورد اینکه سایه زنی یا نورپردازی روی حروف به چه صورت انجام میشه و هم اینکه بافتایی که روی نوشته انجام شده و همینطور سایه زنی یا نورپردازی روی حروف و تمامی افکتایی که روی متن اتفاق میفته، مثل کاری که داخل پیج هستش. بعد از مباحث افکت گذاری و یا تکسچر روی خط میرسیم به مباحث ساخت بک‌گراند. همونطور که توی این تصویر هم مشخص هست، بیس اصلی این بک‌گراند از پایه ساخته شده در واقع و شما آموزش می‌بینید که یک بک‌گراند چطوری از صفر بخواید داخل فتوشاپ بسازید. بعد از اینکه بک‌گراند طراحی شد و شما آموزش دیدید که چجوری میتونیم بک‌گراند از پایه بسازیم، میرسیم به اینکه چجوری این بک‌گراندها رو بتونیم به یک زمینه با نقوش فرش سمتی که توی تصویر مشخص هست، از یک طرح فرشی که کاملا شلوغ هست برسیم به زمینه و تابلویی که متناسب باشه با اون خطی که قبلا روش کار شده.